إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. برادران عزیز و گرامی، به مقتضای جمعه های سابقه ما که موضوع تکفیر یک مسلمان دنبال می کردیم، قبل از اینکه ما ضوابط تکفیر را بیان کنیم که یک کسی را کافر گفتن کی میشه، چی شرایطی داره و چی موانع داره، ریشه تاریخی از این را بازیابی بکنیم که از کجا موضوع تکفیر شروع شده. بزرگترین فتنه که در بین مسلمان ها پیدا شده از کجا آغاز یافته و امی موضوع چقدر عواقب ناگوار داره. تا زمان عمر رضی الله عنه که خلافت قائم بود و فتوحات بزرگ الله متعال به دست عمر رضی الله عنه قرار داد، خطه اسلامی گسترش پیدا کرد، رونق اسلام خیلی بالا گرفت، دشمنای دین سخت در آتش حسد و دشمنی خود می سوختند تا به مقاومت و مقابله را در مقابل ای جماعت متفق مسلمانان نداشتند. هر قدر تلاش کردند نتوانستند که در بین مسلمانان رخنه پیدا بکنه و علیه حکومت اسلامی چیزی را آماده بکنه که سبب خلل و سستی پایه های حکومت اسلامی شود. قرآن کریم شاهدی میده که اشدترین دشمن برای ما یهود است. امروز هم همون دشمن زنده است، بلکه نه تنها زنده، سلطه خود به انواع مختلف در تمام گوشه های جهان گسترانده و به تثبیت رسانده که ما ابی قدر سلطه داریم. نشانه بزرگش و شاهد بزرگش حکومت کوچک اسرائیل است که در مقابل امی قدر عرب ها و مسلمان هایی که خود دو آتشه میگه اما ناکام هستند. روزانه زنها، اطفال توسط ای غاصبین و ای دشمنای واقعی اسلام شهید میشه، اما کسی آوازم بلند نمیکنه، غمش هم کسی نمیخوره. او را بگذار، در بیرون عربم وقتی که ما و شما در بین خود با هم صحبت میکنیم و گپ میزنیم و میبینیم، به فرانسه کفار ای خبسا ای لعنتی ها از اینجا پیام تسلیت روان میکنه به او کافرایی که دستایشان با خون ملت اسلام در تمام تاریخ رنگ است، سرخ است. از اینجا برش مسلمان تسلیت روان میکنه. او بی غیرت، او به نام مسلمانی لعنتی کدام روز کلمه تسلیت به اطفال و به زنان سوریه یا فلسطین یا به امثال ازی به ممالک مظلوم دیگه مسلمان روان کرده یا نه؟ من که میگم که دور پرفتنه است، ایمان از انسان همیطور کوچ میکنه که تو گوی هیچ باقی نمونده. این مردم طمع نداشته باشه که ما ایمان داریم. تو غم کافر میخوری و غم مسلمان نمیخوری. برای مسلمان یک کامنت داده نمیتونی، اما دفاع از فرانسه میکنی. تو نمو مسلمان هستی، مسلمان نیستی، مسلمان نماستی. ایمان در قلب تو داخل نشده، در قلب تو قطعا ایمان وجود نداره. ایمان تقاضا میکنه دوستی با مؤمنه و دشمنی با کافره. کسی که مؤمن است کافر دشمن میگه،
هیچ وقت دوست تلقی نمیکنه. الله برش دشمن گفته. نمیتونون دوستی. مدارات دنیا، معاملات دنیا موضوع جداست که ما قطش تجارت میکنیم، رفت و آمد میکنیم، مسائل سیاسی خود قطش تا و بالا میکنیم. اما محبت چیز دیگری است که دمی موضوع تکفیر انشاءالله آمده رو است. این بحث خیلی ریشه‌ای میگیریم که بدانیم که در کجا کی خطا شده. ما این ملت میبینیم داد از ایمان اسلام میزنه، اما یک روز یک قطره اشک سری مسلمان نریخته. یک قطره اشک. حتی در تصورش نآمده که ملت اسلامی چی میکنه بجز از اینکه انتقاد سری گروه های اسلامی. میبینن دوربینا را گرفته تمام 99 اصلاحات یک گروه مسلمانه، یک تنظیم مسلمانه نه دیده نمیتونه که چشم آفتاب باری روشن است. در 99 یک جز که صدم است، در اونجا کدام خلا پیدا میکنه اونمو را گسترش میده، تبلیغات میکنه. امروز کلی اکثر مسلمان نماها لاسپیکری دنیای غرب جور شده، لاسپیکری مردمای کفر شده، یهود و نصارا گشته. بجای از اینکه وا خدمت بکنه یا برش خدمت کرده رایسته، تمام روز اذهان مردم مغشوش کرده رایسته. اصل لیاقت بود که در این جمعه ما در موردی گپ میزدم که زنا کسی بکنه سنگسار میشه و نه. چرا بعضی فاحشه ها، زنان فاحشه، زنان بیدین و ملحد، بعضی مردمای ملحد پیدا شده علیه حکم اسلام انتقاد اعتراض داره. و چیزی که در زمان رسول الله ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم مکمل به اجماع اومد، تثبیت شده که هیچ دلیلی دیگه نداشته باشیم، هم یک دلیل کفایت میکنه. اما امروز این دشمنای دین که به لباس نفاق اسلام داخل جامعه ما شده، عنوانای مختلف به خود داده رایسته و آب داسیه دشمن ریختانده رایسته، دفاع از دشمن میکنه. این چاپلوسای یهود و نصارا مسلمان ها را ذهن اذهانش مغشوش میکنه. تلفن زنگ نه السلام علیکم، در اسلام سنگسار است یا نه، در قرآن ذکر است یا نه. آلی برای ما و شما ریشه از این گپا از این اینجا شروع شده، از این اینجا. و دشمنای دیرین مسلمان ها که دید نمیتونه در مقابل این کتله متفق مسلمان ها مقاومت بکنه، آلی شروع کردن چه قسم جدایی بیارن، چه قسم تفرقه پیدا کنن، چه قسم در بین امت داخل شون، با کدام عنوان داخل شون. یادتان باشه قرآن کریم وقتی برای ما بیان میکنه قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. الله برای ما میگه. چرا ایرا میگه؟ یهودی خبثا میگفتن ما این وحی که بالای رسول الله آمد صلی الله علیه و سلم قبول نداریم، به خاطر که حامل ازی، آورنده ازی جبرئیل امین است. و جبرئیل امین او ملکی است که قوما را تباه کرده، هلاک کرده، قریه ها را در آسمان بالا کرده، پس در زمین زده. ما ملکی که اقدر مردم را تباه کرده باشه، اخباری از او را، امانت از او را قبول نداریم. شما میفهمید که اصل هدفشان چی بود؟ دشمنی با جبرئیل نبود و میخواستن که وحی که با رسول الله آمده این قابل اعتبار نیست، پس کتب ما و نظام ما و شریعت ما به جای خود باقی مونده، منسوخ نشده. اعتراض سر سند میکرد. سند که وقت مورد اعتراض قرار بگیره اصل خود به خود از بین رفته. این دستیسی همون یهود بود که قرآن برای ما تذکر میده. ولی ما میدانیم امروز هم چوچه های یهود در لباس اسلام در اینجا زنده است، کار میکنه، زحمت میکشه، محنت میکنه، شهرکا میگیره، اتفاقی خود جور میکنه. و کسانی هستند که سری سند اسلام اعتراض انتقاد داره. ابو بکر عمر لعنت میگه، صحابه را مرتد میگه. بنیادی از اینجا شروع شده. یهودی خبثا دیدن که ما مقاومت نمیتونیم. عبدالله ابن سبی یهودی به شکل خیرخواه و محب علی و اهل بیت ظهور کرد، در بین اوساط مردم داخل شد. همیشه مردم وقتی که به کتاب الله و حدیث پیغمبر رجوع نکنه حتما زود خطا میشه، زود مورد اصابت مرمی دشمن قرار میگیره.
شروع کردن گفتن عجیب است، علی چطور علی؟ نعوذ بالله مرتبهش به الوهیت رساندن، به مرتبه الوهیت رساندن. اما ابوبکر و عمر غاصب خلافت اعلان کردن. از همونجا آتش نفاق و تفرقه در بین صحابه پیدا شد. عثمان رضی الله عنه چرا شهید میشه؟ خود عمر رضی الله عنه چرا شهید میشه؟ از دست ابولولو مجوسی که امروز او شجاع الدین امی فرقه های چوچه های یهود میدانه، قبرش زیارت میشه. من تعجب به یک عده مسلمانانی غافل میکنم که چه قسم شما فریب میخوره و دشمنان دیرین اسلام شما دیگه هم ترقی میده و قطش دوستی را اختیار میکنه، حتی آماده نیسته قولی از او را تکذیب بکنه. چرا؟ یک دفعه تاریخ مطالعه کنی، تاریخ اسلام. بزرگترین ضربه که به اسلام وارد شده از طرفی کی و از کجا شروع شد؟ عمر رضی الله عنه چرا شهید میشه؟ بعد از عثمان رضی الله عنه چرا شهید میشه؟ بعد از علی رضی الله عنه چرا شهید میشه؟ امو فرقه که با علی رضی الله عنه بیعت کرده، هم پیمان هستند، در مقابل معاویه رضی الله عنه در جنگ برقرار داره. امو مردم چرا علی رضی الله عنه را شهید میکنه؟ عبدالرحمن ابن ملجم همی خارجی بود، همی خوارج بود. ما دایم چیغ میزنیم که ما سلفیستیم. سلفی گروپ نیست، تنظیم نیست، دل نیست. سلفی به منهج سلف، به فهم سلف دین فهمیدن، به تطبیق سلف دین تطبیق کردن، به فکر سلف اندیشه پیدا کردن، به عقیده سلف عقیده اختیار کردن. از خود چیزی را زیاد و کم نکنیم. دین او از ما قدر خوب فهمیده بود، شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. تقوایشان در معیاری بود که اندازه نمیشه، نمیتونیم به او برسیم. بعضی دشمنای دین علیه ما تبلیغات میکنه، میگه یا امامای دین بددورت میگه. نعوذ بالله نعوذ بالله. در این شکی نیست، علمای جرح و تعدیل بالای هزاران علما انتقاد داره، جرح میکنه. ما در این مورد داخل نمیشیم که فلان عالم فلانی عالم جرح کرده، در سند حدیث ضعیف است. اما یک تعداد دوستای ما نامی تسلفی میمانی، اما نسبتای غلط و نسبتای خیلی بیادبه در شان سلفی ما میکنی، در شان علمای ما میکنی. امام ابو حنیفه رحم الله سلفی است، امام ابو حنیفه رحم الله سردار سلف است. تو حق نداری که امروز علیه از او تاخت و تاس که حالت دید برآمدن، کلگی مخالف علی رضی الله عنه شدن، فتنه برپا خست. ببینی خود نشأت از کجا میکنه. ابن عباس رضی الله عنه، علی رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه را برای خود حکم مقرر میکرد، نماندنش. بعد از او کی طایفه علایده شد انتقاد کرد، ابن عباس رضی الله عنه بچه کاکای خود برش روان کرد که برو پیش از یا. وقتی که رفتن چه انتقاد اعتراض داره؟ وای قرآن میگه این الحکم الا لله و علی رضی الله حکم مقرر کرده، کافر شده، مرتد شده، آیت قرآن منکر است. ابن عباس رضی الله عنهما در سوره مائده آیت قرآن کریم است، کسی که احرام حج بسته کنه شکار کرده نمیتونه، اگر شکار کرد باید اونجا جزا بده. الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. شما شکار قتل نکنید، از بین نبرید در حالی که شما در احرام هستی. و من قتله متعمدا. بعد از او پیغمبر علیه الصلاه چی الله متعال میگه؟ کسی که شکار قتل کرد به قصد فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس عوضی از او به مثل آن چیزی است، یعنی او چارپای است که به مثل ابی شکار کشته. آهو است شکار کرده ده عوضش گوسفند، کوکی زرین است کشته ده عوضش امیطور مرغ، خرد است خرد، کلان است کلان. یحکم به ذوا عدل منکم، فیصله میکنه بینمی مثل دو صاحب عدل از جمع شما. اگر کسی یک دانه خرگوش بکشه در عوضش بعد بره را فیصله شکی بکنه، دو نفر عادل بگه که بله اینی بره موافق اینمیش خرگوش است. الله متعال در حالت احرام
چون شکار کردن منع کرده بود. پیش الله متعال خون یک خرگوش قدر داره، بعد هدر نروه، عوضش جزا از حیوانات اهلی داده شوه. در اون مورد نفر الله حکم مقرر میکنه که فیصله بکنه. اگر مسلمان قتل میشه، اگر مسلمان قتل میشه، خونی ازی رنگ نداره، قدر و منزلت نداره که حکم مقرر شوه. ابن عباس رضی الله عنه امی دلیل بری مردم پیش میکنه. دیگه دلیل پیش میکنه. قاعده است که هرگاه منازعه در بین زن و شوهر پیدا شوه، اول باید شوهر قطع زن بشینه، کلی گپاره برش بگویه. مردی که واقعا با قرآن آشنایی داره، درس خوانده، اکثر زنا درس خوانده نمی باشه، مخالفت واز یاد میکنه، نمیفهمه طرز زندگی را، تو شوهر برش بشی، برش بگو که ما تو یکی به دیگه لباس هستیم، ما تو یکی به دیگه جزی بدن هستیم. این موضوع یک روزه نیست، این زندگی فقط در اختیار ما توست. اگر بخوایم که بسیار خوش تیر کنیم، دستی ما توست. من احترام تو را و تو احترام مرا، من کوشا برای تکمیل انسانیت تو، توم کوشا برای تکمیل انسانیت من تلاش میکنم عزت تو را، آبروی تو را حفظ بکنم، توم تلاش کو عزت و آبروی مرا حفظ بکن. من ادای مسئولیت خدا بکنم، توم ادای مسئولیت خدا بکن. چقدر خوب. نزاع وجود نداره، بسیار به صمیمیت و محبت زندگی میکنیم. دماغ زن باز میشه که راست میگه، والا هر روز جنجال و جنگ چرا بکنم؟ این خو شوهرم است، این خو لباسم است، این خو آبرو و عزتم است، این خو وجودم است. ما چرا قطع ازی دشمنی را شروع بکنم؟ از او خاطر قرار آرامی میشه، نزاع از بین میره، مسئولیت شناسی میشه، هر کدام وظیفه خدا پیش میبره. نشد یک زن به می نصیحتام نشد که با تاسف امروز اموتور دخترها وجود داره، لین دختر قطع دیگه بچه می باشه، پدر بزرگ به بچه کاکا و بچه عمه و بخوارزاده نکاح میکنه. از او خاطر حالی ناکوک است، به نصیحتام نشد. یک کمی جای از پیشش جدا بکنی که بفهمه والا جدایی از شوهر چقدر بد است. با جای جدا کردنم به هوش نامد، بعد از او یک کمی بترسان شد، سیاست کشه. نشد همی زن به می سیاست هم نشد. نفر سیومی را که خیرخواه اردو باشه در مجلس بشانه و بعد از او موضوعات مطرح کنه، حکم گپی کل اردو را بشنوه، فیصله کنه که تو ملامت، مردکه تو ملامت، دایی موضوع تو ملامت، زنه بگوی در موضوع تو ملامت، توی کاری تا اصلاح کو، توی کاری تا اصلاح کو. الله در این مورد آیت است: و این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگر شما مسلمانان را میگه، اگر شما خوف داری در بین زن و شوهر منازعه به اوج خود میرسه، بفرستی یک حکم از طرف جانب کی؟ مرد، و یکی هم از جانب زن، بشینن ببینن موضوعات بشنوه. اسلام حکم میکنه به یکی نزاع از بین بره. نزاع در اسلام سخت امر شدید است. ابلیس لعین به هیچ چیزی دیگری، نه به زنای قدر خوش میشه، نه به قمار، نه به شراب. چقدر که نزاع در بین دو برادر، در بین زن و شوهر، در بین دو جماعت پیدا شوه، امو کسایی که کار کرده امواره در پشت میزنه، آفرین میده ابلیس. از او خاطر مسلمان تلاش میکنه که ادناترین نزاع حتی در بین خانواده پیدا نشوه، چی جای ازی که در بین برادرها، در بین همسایات، در بین گروه ها پیدا شوه. اسلام آنقدر اهتمام برای ازی کرده. و او حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه: کسی که وصایت از 3 روز با برادر خود خفه باقی بمانه، سلام کلام نمیکنه، ترک میکنه برادر خود و بموره، جایش کجاست؟ این گپ یادی نیست، رسول الله میگه. به این خاطر که مسلمان قطعا یک برادر مسلمان خود ترک نکرده باشه، اتفاق باشه. ابن عباس رضی الله عنه دلایل برای مردم گفت، 60,000 مردم پس دور خورد، اصل مطلب آیت نمیفهمیدن، اما او کسایی که گماریده شده از جانب یهود بودن، او کسایی که این برنامه اموتور تصادف نبود به نزد بعضی مردم که تصادف برش میگه، یا در اصطلاح خود ما یعنی اینطور نبود که از اول بر ازی تدابیری نگرفته ناگهان امیطور گپ بالا شده، نه، این ریشه داشت.
یهود امی کار کرده بود، افراد گماشته بود، میخواستن که این نفاق در بین صحابه بیایه و صحابه یکی دیگه خود تکفیر بکنه. چرا؟ وقتی که صحابه مورد لعن و طعن قرار گرفت، سند دین صحابه است که صحابه مطعون شدن، مجروح شدن، دینی که توسط از آن نقل شده این اعتبار نداره. امروز امو پروسه روان است یا نه؟ به نام قرآنیون، فقط قرآن میپذیریم، حدیث ضرورت برش نداریم، به نام اسلام و به نام مسلمان چاندی امی پروسه روان است که با تأسف فتنه بزرگ است. الله نگاه کنه، از اونجا شروع شد خوارج شروع شده. حدیث میخوانم، علی رضی الله عنه میفرماید که ابی سعید خدری رضی الله عنه میفرماید قال بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، در یک وقت از اوقات ما به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم و هو یقسم قسما، پیغمبر علیه السلام تقسیمات میکرد چیزی را. عطاه که آمده بود از مال غنیمت یا چیزی، عطاه ذل خویسره، یک شخصی که کنیش ذل خویسره برش میگفتن، او آمد. ابی سعید رضی الله عنه را معرفی میکنه و هو رجل من بنی تمیم، یک شخصی از بنی تمیم بود. فقال، گفت یا رسول الله اعدل، عدالت کو. با پیغمبر ابی منافق میگه که عدالت کو. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فقال ویلک، هلاکت باشه بری تو ذل خویسره، و من یعدل، کی است که عدالت کنه اذا لم اعدل، وقتی که من عدالت نکنم. غیر از من دیگه کس باز است که عدالت کنه؟ من عدالت نکنم، الله اکبر، قد خبت و خسرت، یقینا تو سخت محروم شدی از خیر و خساره و تاوان کردی. ان لم اکن اعدل، اگر من عدالت نکردم دیگه سخت و تاوانی و خساره من شدی. چرا؟ به خاطری که باز تو پیروی از این طور یک پیغمبری میکنی نعوذ بالله که ظالم است، باز مقتدای تو شخصی ظالم میشه. اگر من عدالت نکنم، نعوذ بالله، باز خود نسبت نعوذ بالله غلطی و نافهمی را به الله میکنی که الله متعالی تو پیغمبری را مقرر نکرده که او عدالت کنه، بلکه او ظلم میکنه. امروز که ما میگیم که کسی که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را میگه لعنت، ای رسول الله را قبول نداره، ای تکذیب الله را میکنه. چرا؟ نعوذ بالله انتقاد سری الله داره که الله تو علم نداشتی که پیغمبری را روان کردی که ابوبکر و عمر بری خود یار گرفته. کسی که ابوبکر و عمر نعوذ بالله طعن و لعن میکنه، الله را تکذیب میکنه، انتقاد سری الله داره که الله تو علم نداشتی، ابوبکر و عمر نشناخته بودی، نعوذ بالله که خائنین پیغمبر شده. چی میگه؟ رسول الله در اینجا امی کپا میزنه که اگر من عدالت نکنم تو چی شدی؟ از کل خیر محروم و خسارمند و تاوانی شدی. فقال عمر یا رسول الله، شهسوار بزرگ اسلام، شخص غیرتی که همیشه از حق دفاع میکنه، امروز امی چوچای یهود از عمر بد میبره، به خاطری بد میبره که عمر رو دل هدی طور مواقع استاد است، از کسی حراس نداره که قومش مرا میکشه، این قوم دار است، فلان دار است. او میگه یا رسول الله اذن لی فاضرب عنقه، اجازه بده که گردنش بزنم. ما امروز کسی را کشته نمیتونیم، میترسیم، قومی زیاد داره، سبا مرا اینطور میکنه. عمر رضی از کسی نمیترسید، به پیغمبر میگه اجازه بده. فقال دعه، رسول الله صلی الله علیه وسلم برش میگه بگذار ایره، فان له اصحابا، یقینا برای از یا همراهانی است، دیگر رفیقا داره. یحقر احدکم صلاته، کم میشماره، سبک میشماره یکی از یا نماز خود مع صلاتهم، امرای نمازای دیگه مردم. وقتی که نماز میخونه، نمازای مردم برش بالکل سبک معلوم میشه، میگه که نمازی مست. و صیامه مع صیامهم، روزی خود امرای روزای دیگه. خوب اینقدر بولاسته. یقرؤون القرآن، قرآن میخوانن، لیکن لا یجاوز تراقیهم، از این حنجره هایشان قرآن پایین نرفته. در یک حدیث لا یجاوز ایمانهم تراقیهم،
یمرقون من الدین، می برایند از دین. کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از کمان می برایه. تیر که از کمان می برایه، در حدیث بعد از او رسول الله تشریح کرد که با خودی تیر سیکده میشه که ایج رنگ نشده، ایج گرد و غبار یعنی خون سرش رنگ سرش نشیشته، در قبضیش سعی میکنی، در پرش سعی میکنی، در پشتش سعی میکنی، یعنی اینطور برآمدن کرده که ایج در خودی امی مرمی ایج چیزی از این بارود توی گپا چسبیده نباشه. این مردم از دین نمی قسم میبره که هیچ چیز نداشته باشه. رسول الله میگه بعد از او رسول الله گفت آیتهم، علامه و نشانه از یا رجل، یک شخصی از اسود و سیاه، احدى عضدیه، یکی از او بازوهای ازی مثل صد المرأة، و مثل پستان زن است، یعنی ترکشال است، او مثل مزعت، یا با مثل گوشت که آویزان است، قدر درو که امو پستان شیر برش میدی، اونو قسم یعنی شیر پر شده باشه، اونو قسم گوشت ای بازوش آویزان است. بعد از او گفت که و یخرجون علی حین فرقت من الناس، این مردم باز میبره در وقتی که مردم متفرق شده باشه، جدا شده باشه، دل جور شده باشه. در می زمان علی رضی الله عنه است. چی میگه؟ قال ابو سعید رضی الله عنه فاشهد، ابو سعید رضی الله عنه میگه که من شاهدی میدم انی سمعت هذا الحديث من رسول الله صلی الله علیه وسلم، که امی حدیث از پیغمبر شنیدم. یکی و اشهد ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، ما شاهدی میدم که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قاتلهم، قتش جنگ کرد قتمی مردم، و انا معهم، امرای علی رضی الله عنه بودم. فامر بذلك الرجل، امی شخصه که رسول الله نشانه هایش گفت، امر کرد علی رضی الله عنه به این شخص، فالتمس که امیر طلب کنه، پیدا کنه، فالتمس طلب شد، فاوتی به، آورده شد در پیش علی رضی الله عنه، حتی نظرت الیه على نعت النبی صلی الله علیه و سلم، او میگه که من نظر کردم به مو صفتایی که رسول الله بیان کرده بود، الذی نعته، امو صفتایی که رسول الله گفته بود کلش دی موجود بود. امی مردم بودن. بنیاد از یهود شروع شده، مردم به گناه مطلقی گناه که کسی گناه میکنه ایرا و کافر میگه. یکی معتزله است، یکی خوارج است. معتزله و خوارج در یک جانب است، مرتکب گناه را خوارج میگه کافر است، از اسلام میبره هر کسی که گناه را کرد. معتزله میگه نه، کسی گناه را کرد از اسلام میبره لیکن در کفر داخل نمیشه، قائل به منزله بین المنزلتین است، اموتر باقی میمانه. شانشان به مثل شان مسلمان است در ظاهر، اما وقتی که بمورن جایش جهنم ابدا است. این قول معتزله است. در مقابلش طایفه مرجعه پیدا شد، گفت وقتی که ایمان موجود باشه گناه هیچ نوع تاثیری نداره، مثل که امرای کفر طاعت فایده نداره، عبادت فایده نداره، امرای ایمان معصیت هم هیچ ضرر نمیرسانه. دی اهل سنت و الجماعت طایفه متوسط است، نه مثل از واس و نه مثل از وا. میگه ایمان زیادت و نقصان قبول داره، انشاءالله باز تشریح میکنیم آینده جمعه ها. و زیادت ایمان قبول داره و توسط گناه کبیره کسی از اسلام نمیبره، بلکه در ایمانش نقصان پیدا میشه. موحد است به اعتبار عقیده، اما فاسق است به اعتبار عمل. این موضوع انشاءالله باز تشریح میشه که بعد از او بگویم. حدیث دیگر هم میخوانم اگرچه وقت کم است. علی رضی الله خودش میگه ما حدثتكم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، این حدیث بخاری بود پیشینگم و ایام. آن چیزی را که ما بیان میکنم از رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ فلان اخر من السماء، اگر ما بیفتم از آسمان، احب الی، خیلی ما دوست دارم، محبوب است برای ما، من ان اکذب علیه، از اینکه ما دروغ بالای رسول الله بگویم. متوجه هستی یا نیستی؟ حدیث وقتی نسبتش به رسول الله میکنی تحقیق بکن که دروغ نگفته باشی. علی رضی الله میگه که ما از آسمان بیفتم، ایرا دوست دارم، ولی اینطور نشود نعوذ بالله که نسبتی گپ به پیغمبر بکنم و او دروغ باشه. به پیغمبر دروغ نمیگم، این کار نمیکنم. بعد از چی میگه؟ و اذا حدثتكم فيما بيني و بينكم، وقتی گپ از بین خود و بین شما میگم، فإن الحرب خدعة، جنگ فریب است.
تو را فریب میدم، مرا فریب میدی، این کار میشه. اما در مورد حدیث پیغمبر این کار نمیکنم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر شنیدم یقول که میفرمود یاتی فی آخر الزمان قوم، در آخر زمان قوم ما حدثاء الاسنان، که یا در چیست سنشان جدید است، یعنی نوبالغاست، تجربه نداره، علم زیاد حاصل نکرده، نوخیز. ما و شما بچهای نوخیز است، سفهاء الاحلام، از نگاه عقلام قطش نیسته، بسیار بی عقل و احمق هستند. یقولون من قول خیر البریه، گپ از بهترین سخن رسول الله میگه، گپ از حدیث میگه. خو یمرقون من الاسلام، میبره از اسلام کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از کمان میبره. چرا میبره؟ گپ از حدیث ها میزنه، مطلب حدیث نمیفهمه، فتوای کفری مردم میده، برای مردم مشرک و کافر میگه، خودش مبتلا میشه و میبره از اسلام. چقدر معلومات داری در حدیث؟ چطور جمع میکنی در بین آیت و حدیث؟ یکی از جملایش برای ما میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نیم ده آیت که آیت کی تفسیر داره؟ نه، قول ابن عباس کی قبول میکنه که اینجا مراد از کفر دون کفرین است؟ قرآن اینطور گفته، مالی گپی قرآنه. جناب محترم، تو که اگر این آیت معنایش نفهمی، تصادم در بین آیت میه، در بین دو آیت تصادم میه، نمیتونی گفته. این خطرناک موضوع است، این موضوع بسیار مهم است. میبروی از ایمان میبروی مثل که اونمو تیر از کمان برآمده، آثار ایمان در وجودت باقی نمیمانه. خبرداری گپی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که کسی را کافر گفتی، در جمعه پیش گفتم یکی از این دو نفر سرش گرفتار میشه. بعد از او پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، ایمانشان در قلبشان پایین نشده. مراد از این پایین نشدن علم کافی نداره که تفکیک بکنه که آدم کی کافر میشه. خلاص در ظاهر آیت کسی فیصله نکنه. ملت افغانستان خود کلش کافر است، از وقت کافر است. یکیش به خواهرها و به دخترای خود میراث نداده، حکم به ما انزل الله نکرده. تو خودت 20 دفعه نماز قضا کردی، حکم به ما انزل الله نکردی، میشه کلگی کافر شوه؟ سری خود فتوا میدی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه فاینما لقیتموهم، هر جایی که قتلش رو برو شده، رسول الله میگه فقتلوهم، بکشش، فان قتلهم اجر، کشتن از یا اجر است، لمن قتلهم، کسی که یارا بکشه یوم القیامتی، در روز قیامت. حدیث بخاری شریف است. جرأت به فتوا میدی تو؟ یک مسلمان نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، تا آلی را نشانه کفری به واحد سرش پیدا نکردی، اما تو جناب او را فتوای کفر داده رو ایستی. چرا؟ تذکیره گرفت از حکومت طاغوتی. شما جواز دکانت رو نگرفتی؟ لیسانس موتر که تو جای برای تو اجازه داده شده، به لیسانس بگرد. جواز سیر موتر از کجا گرفتی؟ کلی مردم خیر کافر بگو. هیچ کسی در دنیا یک حکمت به نزد تو مسلمان نیست، کل حکمتای طاغوتی است و کلی مردم هم تذکره داره، هم جواز سیر داره، هم جواز دکان داره، هم پاسپورت داره و هم در حج هم میره. امی حاجا که میره کلش کافر است، نعوذ بالله. سری خود فتوا میدی نمیدی؟ بفهمی که گپا خیلی خطرناک است. یادت باشه که ایمانت مثل که رسول الله گفته، مثل که تیر از کمان میبره، امو رقم از پیشت نبره. متوجه شو، مفتی خود جور نکو، دعوتگر خود جور کو، بازم معجزی به الله بکو، بازم گریان کو که یا الله شاید من خطا شده بود، باشم اشتباهی مرا نفکو، اشتباهی مرا بخشش کو. نکوی قدر جرأت هر کس کافر میگی. انشاءالله این موضوع را ادامه میدیم که یک دفعه ایمان چی را میگه وکیل کافر میشه. الله متعال رحم بکنه سری اومد، فتنه ها از هر طرف ظهور کرده، از هر طرف. فقط در جان او مسلمانایی که چنگ به قرآن حدیث میزنه 1000 فتنه برش پیدا میشه و را لکدار و بدنام میسازه. الله بکنه که ما از روی بیداری و عقل خود کار بگیریم، نشوه که ما فریفته بعضی گپای جذابی از وا شویم، رنگکدگی از وا شویم. یک برادر برای ما میگه که مولوی صاحب قد یک کسی نشسته بودم تو را گفت کافر، والا دلایلش اینطور دلیل گفت که من
عقیده کردم که تو کافر هستی. کدام دلیل گفته برات؟ ما گفتم تو نفر باز بیار که امو دلیل خدا بگویه که ما از پیشش سوال بکنیم که آیت مطلبش میفهمه یا نه. یعنی که محض پانزه طب خوانده یا در انجینری و کامپیوتر ساینس خوانده فقط آیت از کتاب گرفته و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون امیره گفته. و بیچاره ای گپاره نمیفهمه، کفر نمیشناسه که کفر چی است. ما در او سرحد امروزی فتنه رسیده، نشوه که فتنه گسترش پیدا بکنه، سبب منع حرکت واقعی شوه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.